رسول صلی الله علیه وسلم می فرماید که سردار روزها و سید روزها و بهترین روزها حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می فرماید که روز جمعه هست، از همه روزهای بالاتر است. حتی از اون روزی عید شما، چه عید بزرگ هستند چه عید خرد هستند، این روز جمعه بالاتر هست. روز جمعه همچنین روزی هستند که هیچ روزی به این نمیرسن. برخوردی ما عزیزان چطور هستن؟ مقایسه کنید، نگاه کنید که شیطان چقدر من و شما را شکار کرده است، چقدر جلو گرفته است، نمیگذارد عزیزان که ما عبادت را بکنیم. انه عدو مبین، شیطان خطرناک، این ظالم وقتی که الشوند عذاب جور میکنند. قبلا مساجد پر بودن در ماه مبارک رمضان، الان شما نگاه بکنید در مسجد خود کی هستید، چقدر مردم بی تفاوت شده است. عزیزان گرامی و دوستانی ارجمند، برای روز چقدر ما و شما ترتیب میگیریم که فردا و پس فردا عید هستن. کوشش بکنیم که همه چیزا داشته باشیم. کوشش بکنیم روز عیدی هست، عید بزرگی هست، عید خردی هست. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می فرماید که این روز جمعه از عید بزرگ بالاتر است، از عید خرد بالاتر است. در این 5 تا خصلت هستند که در دیگر روزا نیست. در این روز پدر من و شما پیدا شده است و به دنیا آمده است. در این روز حضرت آدم علیه السلام وارد بهشت شده است. در این روز جمعه حضرت آدم علیه السلام از بهشت خارج شده است. در این روز حضرت آدم علیه السلام از دنیا رفته است. این روز جمعه هستند که کوها و حیوانات و باد و دریا همه از الله عزوجل می ترسد در این روزی که نبادا که قیامت برپا شوند. مگر ما هیچ عزیزان، ما هر روزی که بمیریم، من مات فقد قامت قیامته، هر کس که بمیرد قیامتش برپا شد. باز اونجا می فهمد که چطوری هست، یا بهشتی هستن یا الله فنا بدهد غیر بهشتی است. پس متوجه عزیزان باشید، از برکات این روز استفاده بکنید. این روزها را به غفلت تیر نکنید.